سلام. یه اتفاقی که چند روز پیش افتاد، آتش سوزی الیت. از این آتش سوزی ها ما تو چالوس، تو مازندران، هیکانی هر سال داریم. حالا شدید یا ضعیف داریم. یه کاری هم که متاسفانه همه، حالا بومی غیر بومی، متاسفانه انجام میدن. یعنی که ما میایم جنگل باید آتش دیگران رو خاموش کنیم. الان شما با من بیاین ببینین. این الان آتیش نیست چیه؟ ما میایم جنگل تفریح یا آتش نشان باشیم. خسته شدیم به ابوالفضل. همش زغاله، یعنی الان خود آتیشه. این منطقه رو هم گشتم، 500 متر اون طرف، اونورتر فلان، کسی رو ندیدم. خب آقا یه خورده رعایت کنیم. چی میشه؟ کار از فرهنگ سازی این حرفا رو گذشته. بابا یه آتیشه دیگه، بگی خاموشش کن. چی میشه؟ جنگل در خونه خودت هم آتیش میگرفت، همین کارو میکردی؟ بس دیگه آقا. اینا همش زغاله، همش زغاله. یا علی